бозягом девонагӣ накунӣ. як сӯис мегӯям. Не падар. санам як сӯис. ман ин одамро мекушам. агар ба ӯ зарар расад худамро мекушам. як сӯис мегӯям. як сӯ. دوست می‌دارم و خونه‌دار میشوم تو مانع نمیشوی. تو دختر من هستی. با کسی که با قوت نیست خونه‌دار نمیشوی. این را هرگز اجازت نمیدیم. فهمیدی؟ санам дар пасам ист. бо хости худо касе монеъ намешавад. агар худо нахоҳад барги дарахт намеҷунбад. насиҳатро мону калиматро арза кун. ҷаноби муаззин, духтаратонро дӯст медорам ва бо ӯ хонадор мешавам ва шумо ба ин монеъ намешавед. تو را یافتم جنگاور. санам دخترم санам دخترم
دیگر از من پنهان شده نمیتوانی جنگاور. کی بودنی تو رو فهمیدم. میکشم تو رو. نترسانم. خوب میشوی نترس. نترسانم. هجری مرا تنها نگذار. نزدت هستم. همیشه در نزدت هستم. یا خدای من شکار کردم. زود باشه زود زود. خانم تونین آنقدر در هیجان و خوشبخت هستم که ناگفتنی. پگاه به خانه بخت رفته خانه دار میشه. ولی جناب اعظمی من هم بسیار خوشحالم، بسیار در هیجانم، حتی راست ایستاده نمیتوانم. اصلا جای شما قلبم است. از همه زیاد به آنجا میزوید. البته خانم تونین. بسیار شیرین هستید. شما شیرین تر هستید. پدرم با خانم تولین پگاه خانه‌دار میشوند. اینها خانه‌دار شوند، من با ملیس چه خیلی خانه‌دار میشوم؟ این جایز باشد؟ این رو در حال رفته از هجری پرسیدن روزیم. بعدا رفته سقراطی بیشرف را یافته ملیس را از خطر بابای قادر رها میکنم. این سقراط نیست مگر؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ میرویم. این آدم رو در آسمان میگفتیم در زمین بوده است کو؟ یا اینکه این باز برای دستگیر کردن جنگاور به صنمدان گذاشته است؟ مکانت را با بابای قادر گویم ملیس رو از این خطر رها میکنم. نو کارت تمام شد سقراط. زهرا چرا باور نمیکنی؟ با چشم خانم به هر چیزی در آمده بود با او یاری میدادم. کار مثل دیده‌ات نیست آخر. زیاد دروغ گفتنت رو مان. همه چیز آشکار و عیان است. با من خبر نداده به اینجا آمدی تا این که با این زن واخوری. چرا قبول نمیکنی؟ نه آخر زهرا، من اینجا برای دیدن دخترم آمدم. از اینجا نزد تو میرفتم. لطفاً آیدی این مسئله درست صحبت کرده میتونی؟ چی؟ زهرا چی کار میکنی؟ باز شرم نکرده از من میپرسی که چی کار میکنم زیو؟ زود اعتراف کن که مرا با این زن خیانت کردی. نه آخر تومت همین قدر نمیشود کو. تو خاموش باش، با تو بد گپ میزنم اجینه سری خاکستر. زهرا کمی عیب را هم بدان. ای کاری کرده ای تو رو میگویم زیو. کاش که در محبس میموندی و با زنهای بیگانه عشق ورزی کردن نمیگشتی زیو. آبایه چشمانی تو از رشک زیاد کور شده است. چی گفتنت را نمیفهمی؟ خوب دادن حاضر نشون میدیم به تو. چی کار میکنی؟ بیازم زنگ زده در اینجا بودن تو رو خبر میدیم. زهرا زهرا دیوانه مگر دیوانه اینجا بیا؟ نه یعنی من نفهمیدم که کالتا کیلاس چرا تو رو همچون لقمه استفاده برده است. تو با سقراط چی علاقه داری؟ اکی اونال چی علاقه دارم؟ کالتا کیلاس مجبورم کرد. باید سقراط رو زنگ زده کی بودن جنگاور رو میدونم گفته و خورده صحبت میکردیم. کالتا کیلاس باشد اومده سقراط رو میکشت. ای بیشرف، یک جنایت دیگر هم میکرده است. اکی اونالم اکنون من چیکار میکنم؟ کالتا کیلاس فهمید که او رو افشا کردم از پسند میشه. ای پسرم چی میترسی ها؟ از پسند ما هستیم، تو رو محافظت میکنیم، پروا نکن. یا خدایا زهرا زنگ میزند. بخیر باشد انشالله. چیزی شده است؟ بخیر باشد. لب زهرا. یزنه زهرا چی شده است؟ زهرا گوش کن لطفاً. یزنه زهرا گپ زن، چیزی شده است؟ یا اینکه کالتا کیلاس رو دیدی؟ زهرا یزنه وی رو پرسیدنی بودم من. چی رو میپرسیدی؟ یزنه سمی رو ندیدید؟
سمیرا؟ سمی در نزدم است. چی شده است؟ وای از صبح او رو ندیدم، برای همین خواطر شدم. یزنه سمی در نزدم است جانم، پروا نکن. کالتا کلاس او را برای دستگیر کردن سقراط چون لقمه استفاده کرده است. زهرا گوش کن، اگر کالتا کلاس رو دیدی به من حتما خبر رسان. تمام یزنه، اگر بینم حتما خبر میدیم. رحمت جانم، میدونستم که مرا نمیفروشی. گرد دستی افلاست رو دیگر هرگز رو برویم نبرازی ها. آنها کجا شدند؟ اوف. برای خلاص شدن کالتا کلاس من باید در نزد سود حقیقت رو گویم. ولی اگر من حقیقت رو گویم من رو حبس میکنند. اگر نگویم کالتا کلاس من رو رها نمیکند. بهترش به خانه میروم، شناسنامه‌ام رو میگیرم و همه پولهای امک اکرم رو گرفته خارجه میگریزم. خیریت که به یادم اومده. اکای اونال من میتوانم گریزم. رفتم میتوانم. تمام سمی میتوانه روی، ولی گوش کن، گفته هایم را هرگز فراموش نکن. شده که ببخشید. کالتا کلاس انیق از پس سمی تعقیب میکند. ما باشیم رو دستگیر میکنیم. نخس سنم انشالله شفا میوبی. دخترم از برای تو شده دخترم را پراندم، تو را میکشم من. دعا کن که به سنم چیزی نشود، وگرنه جزایت رو میدیم. ای خدای من، برای بسرم آمده رو بی. سقراط از پسم، اونال از پسم، من باشم از پس رشک زهرا. خدا لعنت کند، کاش دمم میگرفت و چشمی او را پف کرده نمیتوانستم. زهرا، اینها چیند؟ یک دسته گل. تو با وی خونه رفته این دسته گل رو با وی زنی افلاست بده، فهمیدی مرا؟ زهرا چرا این خیل میکنی؟ من تنها تو رو دوست میدارم، چرا این گل ها رو برده به آن زن دهم؟ خوب، مادامی که تنها مرا دوست میداری نباشد و زن را از حیاتم بیرون کن. زیو بیرون میکنم البته، اما اول سمی را پرونده جانم را خلاص کردنم لازم. بعداً بس من همش را میفهمانم و زن را از اینجا دور میکنم، قول میدهم. از برای خدا کمی صبر کن. صبر باز چقدر صبر؟ زهرا کمی طاقت کن، چیزی نمانده است. کمی صبر کن لطفاً. برای از آن زن خلاص شدن باید کاری کنم، ولی چی کار کنم؟
حال دخترم چیل است؟ جای خواطر شدن نیست. تیر به کتفش زده گذاشته است. کارهای لازمی را کردیم. فردا صبح رو جواب میدیم. کمی پس به اتاقش میبریم. خدا شفا دهد. خدا رو شکر. خدای شکری به پایان با تو. سلام هجری جان، با تو چیزی می شود گفته بسیار ترسیدم، اما شکر خدای مهربان که خوب هستی. سازی اخی جانم، تو که در برم باشی من همیشه خوب هستم هجری. چرا رای تیر رو گرفتی؟ اجازت نمیدادم که از دست پدرم به تو ضرری رسد. تو میمردی من چی کار میکردم؟ من چی؟ با دخترم تنها بودن میخواهم. مرا ببخش دخترم. به تو یگان ضرر کلان میرسید. هرگز خودم را نمیبخشیدم دخترم. همه‌اش از پشت آن مؤذن شد. پدر، بار دیگر به هجری ضرر رساندن خواهی خودم رو میکشم. چرا اینکه گپ میزنی دخترم؟ مرا شنیدی پدر؟ بابای خدیر، مکانی سخرات رو یافتم. در اونجا هستم. راست میگویی؟ حاضر سراغش رو با پیامک میفرستونم. از این ساعت پس به طور مویسر ملی ضرر رسانی تو رو میکشم. آها، میلیس رو اکنون از خطر بابای خدیر گفتنی آدم نجات دادم. رفته این رو با میلیس خبر رسانم زود خونه برگردن. یا کاری مهم برآمد دخترم. باز میآیم. میرویم. سردارم، سمی از کی پنهان شده ایستاده است؟ پسرم از کلت کلاس پنهان می شود. دستگیر می کند. گفته می ترسد. سمی بچه ترسان چک است. میدونی کو؟
دخترم رو هم بینم بعد از اینجا دور شده روم. آی سمی از پشتی تو بین به چی حال گرفتار شدم. باز پا در گریز هستم. خدا لعنتت کند سمی. این سمی بیشرف نیست مگر؟ حاضر من به تو نشان میدیم. زهرا دیگر مرا در این قصر راه نمیدهد. شناسنامه و پولها را گرفته به خارجه گریخته لازم. بله همین کارو کرده لازم. از دری پیش نمیدرایم، از طرف حوض میدرایم. رفتم. من به تو گفته بودم میخیله کلتا گیلس از پس سمی است. لبت بیسد و تاقی میکنه. تمام. اون کلتا گیلسه. کنی اینجا بیا. ایست تسلیم شب کلتا گیلس. ایست لعنتی. مکان گفته کمال سیاه همینجاست. سقراط باید همینجا باشد. نشانگیر را بگو جایش را گیرد. مایلش بگو خودش. در حال با عدنان جسور صحبت کردنم لازم. ملیس جان، کی هستند آن آدم ها؟ چرا تو پنهان میشوی؟ چیست آن خطر؟ از دیوانه ها پنهان میشوم. همش از پشت کمال سیاه شد. ملیس، کمال سیاه به این چه علاقه دارد؟ مادر، از برای خدا حتی نامش را شنیدن نمیخواهم. از وقتی که او را دیدم سرم در بلا گرفتار است. مادر، تا وقتی که خطر پسی سر نشود کسی ملیس بودنم را نفهمد. فهمیدی؟ همه مرا عدنان جسور فکر کنند. چی؟ میلیس؟ دخترم، از صبح تا شام با این کمال سیاه یک جای هستی. عدنان بودنی تو رو نفهمیدو؟ نفهمید مادر، نفهمد. آخر در نزد چشمش بودن رو نمیبیند. او ابله هست آخر. با حالو همین خیل ها؟ یعنی عقلش نگرفت و نفهمید. مثل همین گفتد. گوش کن مادر، من از این آدم خلاص شدن میخواهم. تو باشی رفته با پدری او خاندار شدنی. دیروز تکلیف کرد پای با خاندار میشوی. همین نمیرسید. این رو با تو پیشتر هم صحبت کرده بودیم. دیگر چیز شنیده نمیخواهم. با آن آدم خاندار شدنت رو نمیخواهم مادر. ملیس، من با جنابی ازمی خاندار شوم. کمال سیاه با تو خاندار شدن نمیتواند. مشکل چیست؟ چی خیل خاندار شوی؟ چی ها گفته ایستاده اید؟ من او رو در زیر پایم دیدن نمیخواهم. مادر شما با او خاندار شوید. گپ همین. ملیس، من با جنابی ازمی خاندار میشوم. دیگر هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. کافی است. اوف مادر، اوف. با دستشویی رفته لباس هایم رو عوض کردن لازم. آه خدایا. خیر، شب بخیر. کمال سیاه، خوب هستی؟
аднан бародар, ту чӣ хел ҳастӣ? Хобат набурд чӣ? Не хуб вай ба ҳоҷатхона рафтанӣ будам. Ту инҷо чӣ кор мекунӣ? Чӣ кор дорӣ? Як чизро фаромӯш кардам, барои гирифтанаш омадам. Хуб фаҳмо. Хайр, пагоҳ мебинем. мебинем мелиси ҷасур, мебинем ки бо ки хубтар бозӣ мекунад, мебинем. бабое ба худо аз калтакилос халос шудам. бешараф, фикр мекунӣ ки туро дастгир кардан наметавонам? хайр, хубаш ин ки он ал аз пасам нест. калтакелас, фикр кардӣ маро паси саҳар кардӣ амихелле? сардорам, чаро даро рафта дастгираш намекунем? ист писарам ист. агар ҳозир равем гурехта меравад. аввал як ба болои сари сами барояд, баъдан ӯро дастгир мекунем. на шиносномаро гирифтам, на пулҳоро, аммо хайрият ҷонамро халос кардам. ба худо бисёр хуб шуд. ту фикр кардӣ ки дигар дастгир кардан наметавонам? раҳоям кун бешараф. кун инҷо биё, инҷо биё. раҳоям кун. биё ба Суқрот кор доданатро нақд мекунӣ. акай унал туро худа кардӣ. елас бас ки дафо мебарам. онҳо ба куҷо рафтанд? сардорам, ба фикрам ба ҷои бозиҳои тарсовар даромаданд. ужасай ужас. о бешараф, дастгир мекунам туро, бешараф. рафтем акаунал, як дақиқа. ба фикрам инҷо мунтазир шавем, онҳо мебаранд. ужасай ужас. ту чӣ ин қадар тарсончик ҳастӣ? рафтем. сардорам, ман як боре метарсам. охир дар дарунаш даҳор аст. خدای من چشون آمین آمین. اصلا تو از من بیترس، بی ناموس. راو یه چی گفتا؟ راو این صدای کلتکلس هست. با خدا نخورم اینا. اینجا هم اکیلا کاملا بیا ببروی برگا. سردارم کلتکلس در قچاقتانه. فکر کردی از من گریخته میتوانی بیاخ؟ جنایتکار من نیستم اونال. سمی است جنایتکار. او با سقراط یک جای کار کرده است. او را دستگیر کن.
چه علاقه داره توبت بکنه؟ کدامت آن است؟ چی شد؟ لعنتی باز شکم شد لبن بگیرم که بکشمه. کلتکیلاس ما را با این لباس ها با فکرم نمیشناسد. اونال مرا با این لباس هرگز نمیشناسد. آنها کجا شدند؟ کدامش کلتکیلاس است؟ سردارم با فکرم وامپیر است. از پس وامپیر میروی. وامپیر نیست. با فکرم گرگ است. کلتکیلاس داو لبن این مردک وامپیر است. جا بیا بشرف کنی خواب کن. خواب کن سردارم برو کشم. این خواب شب کش سردارم. من تو را سردارم من شما را گفتم که وامپیر را تعقیب کنی. بیشرف کلتکیلاس از دستم رهایی نداری لعنتی تو دو شو خیلی گوشم به عقل. سمی باز وا میخوریم بیشرف. акай унал бисёр тоб хӯрдам гарм шудам ба худо. рафт калтакилас дам та бигим маймун баъд гап мезанем. چرا دیر کردی خیالی؟ اینقدر تعجیلی جه زدی سقراط؟ که بودن جنگاور رو فهمیدم. هدف زیر نشان است. آرام. کی بوده است جنگاور؟ کسی که منتظرش نبودیم. جنگاور هدف پرونده شد. تمام. در حال از آنجا دور شو. حرکت کن. سقراط سقراط ای بچه آدم دوست داشته شای قدر منتظر نمیکنه. کجا شدی کلتکیلاس؟ چیکار کردی شوکت؟ مرا میکشد یاری دهید. خاموش. این منم من. تو هستی ها؟ این چی لباس است؟ برادر دیوانه شدی مگر تو؟ در شهر با چونی لباس میگردی با تو میزیبد مگر ها؟ برادر برای چی لباس را پوشیدی؟ برادر چرا لباس بتمن را پوشیده یا؟ تو برای چی پوشیده؟ من هم برای همان پوشیدم. یا خدایا. از پشت تو پوشیدم، تو این را پوشاندی. فراموش کردی؟ خاموش. مرا گوش کن. غریب بود که سمی را دستگیر کنم، باز اونالی بدبخت برآمد. چیکار کنم؟ برای گریختن این را پوشیدم. سمی را داشته با سقراط کار دادنش را اثبات کردنم لازم، وگرنه کارم بد می شود. بهترین فکر برادر، عاجلا بانو را دوزیدنم لازم. یه با سر نکن بانو دوزیت را. یه توبه. خاموش باش. جای رفته شب را گذرانیدنم لازم. شکر کن برادر که به مثل شوکت برادر داری. یک جای تنج میدانم. بیا بریم. رفتیم. رفتیم. کنی بیا کمی گپ زنیم.
гап мезанам. گوش کن جناب معزین، تو را با خوبی میگویم. از حیات دخترم در حال بیرون شو. بله، دخترم تو را دوست می‌دارد و درجه‌ای که برای تو شده خود را زیر تیر انداخت. این را میدانم، اما این حسیاتی هست که میگذارد. شما با یکدیگر مناسب نیستید، فهمیدی؟ حقیقت همین است. دخترم مرور زمان میفهمد که تو برای او مناسب نیستی. من نمیخواهم که دخترم بیهوده وقتش رو صرف کند، فهمیدی؟ این گپ را نزدک در گوشت جای کن. تو هم وقتی از این رو برگشتن رو داری. تو لایق دختر من نیستی. این رو فراموش نکن. اصلا تو برای پدری سنم بودن لایق نیستی. تو چی میگویی ها؟ سنم تو رو همچه یک آدمی تاجری سلاح دار میدانم، اما من حقیقتی تو رو میدانم بابای قادر. موادهای مخدر، خیراج، آدم ربایی، تجارت سلاح کاری نیست که نکرده باشی. نمیخواهم که اینها را سنم داند و اندوهگین شود. این کارها را بس میکنی وگرنه سنم را دیگر به تو نشان نمیدهم. گوش کن، تو کی را گپ یاد میدی ها؟ عجب این آدم کی باشد؟ کارهایی میکرده مرا از کجا میداند؟ بابای قادر، این بیادبی معزین را باز میبخشید مگر؟ این آدم بسیار خطرناک است. مرا از دخترم دور کرده میتواند. من این را نمیخواهم. چی کار کردنم را میخواهید؟ صبر کنید. دخترم شفا یابد. کاری لازمه رو میکنم. فهمو آقا. یا خدایا من چیکار کنم؟ چه خیلی مانع این خانه دار شوی شوم. از این زن چه خیلی خلاص شوم. به کجا نگاه دارد اینقدر با مهر و محبت؟ عدنان خوشش آمد از چی؟ تشکری زیاد جناب عدنان. نمیارزد. وای، چند روز است که در اینجا هستید. یک بار هم اومده شما رو خوش آمدید گفته نتوانستم. بخشش میپرسم. تشکری زیاد خانم بهار، رحمت. چی شده ایستاده است این زن؟ چرا با من این خیلی نگاه میکند؟ دخترم، تو رفته در اونجا با خودت بازی کن. دخترتان هم بسیار زیبا بوده است ماشاءالله. جناب عدنان، مرا درست نفهمید، اما اصلا سومن دختری من نیست. یعنی در اصل من شوهر ندارم. چیکار میکند این؟ مگر من از این زن مجرد بودنش رو پرسیدم. این زن رو از من خوشش آمد چی؟ وای داد، بلای به سرم اومده رو بین. شیطان رو بین، شیطان رو. روی روز عدنان رو گپ داده ایستاده است. بیهوده گناه زیاد را به خود گرفتم. یعنی جناب عدنان، من هم مثل شما اینجا بیگانه هستم. یعنی خوب نمیدونم با کجا رفته در کجا سیر کردن ممکن است. چی خیلی؟
این زن از من دعوت منتظر است چی؟ عجبا نمی شود که با هم تنها برآمده یگان چیز نوشمی خوریم. خانم بهار من باید خودی حاضر با یک رفیقم حتما بخورم. حاضر خودی حاضر من میروم. یگان وقت دیگر انشالله. معلش اما یگان وقت دیگر گفتید باز فراموش نکنید. این قبل است. قبل داده میخوانی؟ از راستی این مرا پسندیده است یا خدایا بین به چه حال گرفتار شدم. مالش تمام بهترین قبل دادید. به خدا قبل دادید فراموش نکنید. مالش خیر. خوب کو من بین اونها در آمده کار میکنم که از این زن خلاص شو. بیا سردارم موافق خبره که به ما رسیده است دیشب سقراط و بسنپ پراندن. همین را میدونید؟ پراندن گفتی؟ مرده است مگر؟ اینش رو لوین نمیداند. اوه کلتاکیلاس نهایت سقراط را هم کشتیم. سردارم چرا اینقدر باوری داری؟ شاید کلتاکیلاس نکرده است؟ دیگر کی میکرده است؟ کلتاکیلاس کرده است. جنگاور؟ شاید جنگاور کرده باشد. نه جنگاور این خیلی نمیکند. آدم نمیکشد. سرش رو که میکشوید؟ حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانیم و وقتی احتیاج داریم. کی بودنی جنگاور رو گفتنی بودی که تو رو پراندد؟ این رو کی کرده است میفهمم سقراط. کارت رو من تمام میکنم. مرحمت برای کار بیا آیسته با دقت باش برای کار برادر. دامبولا یعنی در یک شب هر دوی ما خانه‌دار میشیم ها؟ تصادفه من هم امشب به خانم تولین خانه‌دار میشوم. از خوشحالی پرواز میکنم. با خدا من هم چنین هستم. در وجودم بهار را حس میکنم. بچه ها میدوم، پرنده ها میپرندی. خدا خیر توی را در کجا میکنی؟ یک مکانی بسیار زیبا را میدونم. بچه ها آنجا آنها همش را تشکیل میکنن. من در صحن حولی قصر میکنم. توی ها رو یک جای میکردیم نمیشد دوستم؟ باز زیباتر میشد آخر. سلام آقا. مسئله طربخانه حل شد؟ در مسئله طربخانه یک مشکلی خوردکه که پیدا شده که. چه خیلی مشکلی پسرم؟ خوردکه یک مشکلی خوردکه اکا. طربخانه شب بند بود از یکم طربخانه دیگر رو بینیم. شما چی ها میگوید؟ دیگر طربخانه را نمیخواهم. همان طربخانه را میخواهم. اما این بگان طربخانه بند است. چه خیلی بند است تایلاق؟ نه چه خیلی بند است؟ با بند بودنش کار ندارم. آنجا را خالی میکنید. گوسفندهای کار خالی میکنید. گفتم تمام و سلام. اکر طربخانه دیگر هم است نمیشه واقعی؟ گوش کن پسرم بی عقل هستی ها؟ گوسفندهای کار چرا یک گپ را تکرار کرده میگردید؟ همان طربخانه را میخواهم. فهمو؟ شد تمام. یا راضی شو. یک جای در حولی قصر خانه‌دار میشویم و کار تمام. دامول عزمی با خدا آفرین. با شما بسیار فکری عالی جناب. باید این فکر رو عملی کنیم. اگر همین کار شود هنگام کشا تنها حس نمیکنه بهترین میشود. این خیلی نمیشود تایلاق نمیشود. اکا فکری عالی جناب بیا امروز هم توی تا در طرفخانه دیگه میگذرونه. پاگو بود هم طرفخانه میگذرونه. اکا خودت گفتنی هستی که انیق در یک طرفخانه دو توی میشود. من شخصا خودم با تو در یک روز برای خانه‌دار شدن آماده هستم اکا. اعتماد را گیر گفتم. این به عقل را بینه با من در یک روز خانه‌دار بشود است. بیا با گپی من راضی شو. در صحن حولی قصر میگذرانیم. در حقیقت بسیار زیبا میشود. شد تمام. همه مصرف ها را خودم میکنم. جناب کمال لازم نیست. من فرمایش دادم. قریب تمام شد لازم نیست.
با خدا قسم نمیگذارم که دستت را با جای بد اندازی با همین شرط قبول میکنم. شد جناب کنان، اینها را بعد هم مصلحت میکنیم، مهم نیستند. камол бародар бояд коре карда монеи хонадоршавии онҳо шавем. ҳақ аст яднам бародар. инҳо хонадор шаванд ману мелис мемонем. ё худоё ин ҳоло ҳам аз пайи ман аст охир. амаи ту бо падари ман барои пулаш хонадор мешавад. зиқ шудани падарамро намехоҳам. ман ҳам зиқшавии духтари амаамро намехоҳам. агар ин тӯй шавад мелис хафа мешавад. инро бин чӣ хел бозӣ дорад бевиҷдон. аммо кӣ бозии калон мекунад ҳоло мебинем. ҳақ аст яднам бародар, вале аз дастамон чизе намеояд. медонӣ чӣ, агар мелис дар ин ҷо мешуд, коре ҳам мекард ки монеаи ин хонадорӣ мешуд. гӯш кун чӣ мегӯям. ту коре кун ки ба гӯши мелис садои расад. бигӯ ки мелис биё, туи модаратро монеъ шав. қасам мехӯрам ки мелис давида меояд. кори кардаин туиро тамом мекунад. бин ҳам хонум Тулин духтарашро бо тамоми ҳастӣ гӯш мекунад. бале гӯш мекунад. аз куҷо гӯш мекунад? камол бародар, мо ҳам намедонем ки мелис дар куҷост. ҳатто амаам намедонад ӯ дар куҷост. ман ба ту ин дурухҳоятро нишон медиҳам, ҳоло ист. хайр чӣ кор мекунем аднам бародар? нақша мекашем. чӣ хел нақша? наздик шав. хайр довуло, ба ман иҷозат. шом дар тӯй вомехӯрем. ман ба хонае ки аз ин пас бобону зиндагӣ мекунам, як рафта бубинам ки чӣ хел ҳассос аст. хайр. ایست یک جای میبریم. بسیار خوب. من همه قصر روم کنی بینم آمادگی چه خیلی است. چی کار کردم؟ شد رفتیم. این افت بشره بینید. اینه بینید. پسری بی آداب. پدرت خانه‌دار میشود و تو اینجا صحبت کرده چای می نوشی. پیش درا رفتیم. کنی داخل. агар хоҳӣ каме дароз каш. не хубаман ҳиҷрӣ, чизе нашудааст маро. дар асл ту бояд истироҳат кунӣ. ту субҳ дар болои сарам мунтазир шудӣ, хоб накардӣ. хубам, ман хубам. ягон чиз мехоҳӣ? не, чӣ мехоҳам охир? ту дар барам бошӣ бас аст маро. вай бале, ман бисёр ташна шудам. бароям об овардан метавонӣ? тамом ҳозир. бо ҳиҷриҷонро бубина. барои шӯрбо он қадар ноз карда буд ки ҳозир бошад парвона шудааст. қуввати ишқро бубина. аз ҳиҷрӣ дигар чӣ метавонам бихоҳам? бисёр хуб шудам ҳиҷрӣ. дастона дардро набина ҷонам. не, аниқ ҷоиз нест мегӯяд. бояд чизе пурсам ки ҷоиз бошад. вале чӣ? марҳамат санамҷони ман. бисмиллаҳ. раҳмат ҷонам. нӯши ҷон ҷони ман. чӣ шуд санам? вай, дастам дард мекунад. ман бегона нестам ку. ту танҳо сухан кун, сухан. санам ҷон, худо шифо диҳад. худо шифо диҳад духтарам. саломат бошед. дидӣ дугона? ин духтар ҳиҷриро кайҳое ба дом афтондааст? не, дугона намебинӣ. духтар ярадор аст. ҳиҷрӣ танҳо ба кӯмаки ӯ омадааст. хато фикр мекунӣ.
اگر ما با اینجا نمی آمدیم این دختر هجری رو میگفت که دست و پایش رو هم شوید. نه این خیلی نیست. از کجا پیدا شدن اینها؟ چه خیلی با هجری زیبا صحبت داشته؟ خدا را شکر چیزی نشده است دخترم. خداوند تو را به هجری بخشیده است. رحمت توی کی می شود دخترم؟ هجری میگوید در حال خانه‌دار شویم اما من میگویم سراسیمه نشویم. من که این خیلی گفتم دخترم کاری خیر رو تیزانیدن در کار است. هجری نشین ایست برای من یک شربتی میوه آورده میتوانی؟ چی بله؟ خالای گلسون جان میدونید که زیارتی بیمار کوتاه میشود همین خیلی نه؟ دخترم همین خیلی است اما ما نو آمدیم. میدونم رحمت درد رو نبینید ولی با اجازتتان با هجری تنها موندن میخواهم. اما این جایز است از حاضر یک جا تنها ماندنتان. جایز است من از مفتی پرسیدم. خوبو؟ از هجری پرسیدیم اگر؟ روید اکنون بس بودگیز خیر نه؟ خیز گلسون ما رویم بیچاره دختر کمی استراحت کند. بفرما. تشکر زیاد جانم. کتفم بسیار درد میکند. استکان رو داشته نمیتونم. بخشش گویا خودش نوشیده نمیتواند. تو رو گفته بودم که این دختر هجری رو در انگشتش بازی میداند. خانه‌دار میشوند من دختر بازی کند کمی جلوه کند. بعد ماه اصل همراه بانو در اینجا زندگی میکنم. خیر این گرد و اطراف رو کمی تازه کردن لازم. عجبا درونه چی خیلی باشد رفته بینیم. بیدار شو زود باش میرویم. بانو جان نکن خیلی چی ما با سر نکن پانویت را. بیدار شو دیوانه هستی مگر حاضر میبینی که اون علامت. زود خیز رفتیم. این نمیوه این دیوانه که دچه کنانی دیوانه بیوه. چی گفتی؟ کنانی دیوانه؟ خانه خالی گفته به خانه کنانی دیوانه آوردی مرا. در حال فهمیدی به خدا آفرین. من این رو به تو نگفته بودم اگر دیوانه برای شب گذرانی به خانه کنعان دیوانه آوردی مرا. کنی خیز چیکار میکنی نه؟ یا خدایا من اینجا کم ترک خواب کنم چیکار میکنی؟ کنعان خانه‌ش استفاده نمیبرم میمونی با ازور خواب میکرد مخی. او حیوانی خیلی خانه 10 تا داره. شاگرد اینجا خیلی کار داره نه؟ من که به ماه اصل رفتم شما همه اینجا رو با ترتیب می‌دارید. تو پروا نکن ما همش رو حل میکنیم. بی عقل تو از جانت بیزاری. چرا جانی مرا در خطر گذاشتی؟ کنعان مرا اینجا بیند میکشد آخیر. تو برای کنعان دیوانه داملوزیو هستی. تو آرام باش هیچی نمیگه تره آخی. خبله این مثل دیوان ها گپ نزن. چشمی وی آدم غیر از بانو کسی دیگر را نمیبیند. در فکر زیاد هست مگر؟
خدایا حالا هم گپ زده ایستاده ای. برادر تو چی اینقدر میترسی؟ ترسونچه کی؟ چی میترسی؟ کانون دیوونه اوید اومدن گیره او رو میکشیم امیجا. من بیامینم او رو قصد دارم این امیجا میکشمشه. کنی یک بالا رو ببینیم چی گپ برادر کانون دیوونه اومد هر مورو امیجا میکشه. تو اینجا کنعانی دیوانه را بکش من میروم. خودت را خوب نگاه کن شوکت. برادر ما رو گذاشته در حال به کجا میروی ای برادر؟ ای مرم بفرو آخر ما رو گذاشته به کجا میروی؟ برادر من چیکار کنم؟ نه نمیشود به این لباسای بیتمن دیگر هیچ کس نمیترسه. ака аз боло як садо омадагом дуз бошад. چی خیل دزده؟ نه کدام دوست جسارت میکنه که خانه من دارد ها؟ کنی رفته بینیم؟ یک تشمور دو تشمور اکه کنو؟ ادت نزن بر پدرت لعنت ومپیری همش دقیق اکه کنون جو بیا دستم ببوسم بیا اکه جان یا بوسه ای روی نورانی درون بشک مکه شوکت من تو رو در همه جو میکوبم تو در خانه من پنهان شده یا تو رو میکشم ومپیری کمپیر اکه پیستالیتا نخود طرفی دهان بکنی و بالا یا تو دعا کن که در دهانت ماندم حالا باز میبینی که این سلاح رو در کجا میمانم کنی خزت خوشگاله ها نی شما را برا سگیلین این را به انبار میبریم در آنجا میکشیم با خون افلاس این حرامی خانه بانو را افلاس کردن نمیخواد پیش را میراییم سگیلین رفتیم تلخم کفون یه حیوانی که چی روی این رو دارید لبای بانو جان البته جانم البته حاضر میایم مرا گوش کنید حاضر مرا به نزد خانه بانو برده این ابله را به انبارخانه برید خودم شخصا به سرش میپرانم این خاین خرخاییده را اکه کنون اکه یک چیزی مهم رو بگم من بخشتو نکن تو را من به نزد سقراط میفرستم خر بچه اکه سقراط در اینجا چی دخل داره ما ایران روی سقراط بیزارم همین فهمونه یک مرده که ریش سفید افتش خنک چشمش بستگی خچرنگی پیراتسکی کاریبسکی موره کرده سقراط پروندن کو همراه میگه که کنون چی پروندن بشخی سقراط پروندن یا خدایا بسیار خبری خوش کسی سقراط پرونده پروردگار هفت پشتش رحمت کنه من برم همین خبری خوش به برادر عزیزم دوملوزیا برسونم خیر اکه کنون اجازت من برم میگم شوکت با ماشین شی اکه من خودم به سامون تاکسی میرم رحمتی کلام استور شم کنعانی دیوانه از راستی آدمی مرا میکشد اکه صغیره می دودر دوملوزیوم اکه مثل که سرم بی بلا بود باز تو از کجا برآمدی؟ ای بسته یا مسئولیت کنیم اخی